با سلام خدمت دوستان. یه دونه بریلیانس 330 هست، چراغ ABS روشن، ترمز دست روشن، EPS هم روشن. بعد مشکلی که داره ببینین الان ABS دستگاه نمیخوره. دوباره هم که ما تایید رو بزنیم ABS همجوری وای میسته ولی دستگاه نمیخوره. تو بریلیانس 330 هر یونیت بزنی ABSش دستگاه میخوره، یه خوبی که داره. حالا ما رفتیم دیدیم برق ABS کلا کامپلت قطع. بعد اومدیم دیدیم که این فیوز پیچاش بسته بود ولی یه سمت برق داره یه سمت برق نداره. بعد دیدیم که این قبلا فیوز سوخته، اومدن داخلش رو لعیم کردن. ببینید بعد توی دست انداز که میفته یه تکون که میخوره وصل میشه، یه تکون میخوره با قطع میشه، با فرمون سفت میشه، کیلومتر میفته، چراغ ترمز روشن، ABS روشن. وقتی میسوزه دیگه تعمیر کار عوضش کن دیگه. با لعیم میزنی خب این لغ میزنه اصلا.